در زمانهای گذشته پادشاه تخت سنگی را در وسط سرک قرار داد و برای اینکه عکس العمل مردم را ببیند خودش را در جای مخفی کرد. بعضی از بازرگانان و اطرافیان ثروتمند پادشاه بی تفاوت از کنار تخت سنگ می گذشتند. بسیاری هم شکایت می کردند که این چه شهری است که نظم ندارد. حاکم این شهر عجب مرد ناتوانی است. و با وجود این هیچ کس تخت سنگ را از وسط راه بر نمی داشت. در هنگام غروب یک اطرافی که پشتش بار میوه و سبزیجات بود نزدیک سنگ شد. بارهایش را زمین گذاشت و با هر زحمتی که بود تخت سنگ را از وسط سرک برداشت و آن را در کنار قرار داد. ناگهان بسته ای را دید که زیر تخت سنگ قرار داده شده بود. بسته را برداشت، آن را باز کرد و داخل آن سکه های طلا و یک یادداشت پیدا کرد. پادشاه در آن یادداشت نوشته بود: هر ساعت و مانعی می تواند یک شانس برای تغییر زندگی شما باشد.